سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما میخوایم 3 تا اثر مثبت ذهنی رو براتون توضیح بدیم که اگه طبق اونو عمل بکنید میتونه خیلی به حال خوبتون کمک بکنه. خب یه اثر پیگمالیومه، یه اثر فیدبک مثبت، یه اثر هم اثر انتظار هویتیه. در مورد اثر پیگمالیون قبلا من یه ویدیو ساختم براتون توضیح دادم که چی هست و چطوری رو رفتار ما اثر میذاره. خلاصش اینه که انتظاراتی که دیگران از ما دارن روی رفتار ما اثر میذاره. مثلا اگه انتظار داشته باشن ما آدم درس خونی باشیم، ناخودآگاه نسبت به کسی که همچین انتظاری ازش ندارن بیشتر درس میخونیم. 2 تا اثر دیگه هست که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. یکیش اثر انتظار هویتیه و اثر فیدبک مثبت. قشنگ می‌بینیم توی ویدیو و این دوتا رو براتون باز میکنم و در آخر سر میگیم که وقتی این 3 تا اثر با هم جمع بشن چقدر میتونن حال آدمو بهتر کنن. اثر انتظار هویتی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میاد یه هویتی رو به یه نفر انتساب میدید، حالا این هویت یا نمادین باشه یا موقتی باشه، به تدریج رفتار اون فرد یا خودتون مثل اون هویت میشه. این هویت رو یا من خودم میتونم به خودم نسبت بدم یا اینکه نه دیگران به من نسبت بدن. مثلا در حالت اینکه خودم به خودم یه هویتی رو انتساب میدم، من خودم رو آدم منظمی میدونم، در نتیجه چیکار میکنم؟ اتاقم رو منظم نگه میدارم، وسایلم منظم میچینم. یا اینکه دیگران یه هویتی رو به من نسبت میدن، مثلا به من میگن که تو آدم خوش صحبتی هستی. خب اینجوری ناخودآگاه توی یه جمع که میریم من تمایل بیشتری به صحبت کردن دارم تا اینکه یه جا بشینم و ساکت بشم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا هویتی که به یه نفر انتساب میدیم یا به خودمون انتساب میدیم انقدر اثرگذاره؟ یه دلیلی داره، اونم اینه که یه مکانیزم ذهنی وجود داره به اسم سازگاری روانی. سازگاری روانی چی هست؟ این اصل میگه که ذهن ما نمیخواد بین هویتی که داریم و رفتاری که داریم شکاف وجود داشته باشه. آدم ها معمولا نمیخوان بین تصور ذهنی که از خودشون دارن با رفتارشون تضادی وجود داشته باشه. وقتی شکاف ایجاد میشه یه حس ناخوشایند یا تنش ذهنی به وجود میاد. یه مثال بزنیم. فرض کنید خودتون رو یه آدم ورزشکار میدونید ولی 2 هفته است که ورزش نکردید. الان یه احساس گناهی بهتون دست میده که چرا من ورزش نکردم. اینجا 2 راه وجود داره، یا بیاید هویتتون رو تغییر بدید، یعنی هویت ورزشکار بودن رو، یا رفتارتون رو. اگه بخواید رفتارتون رو تغییر بدید، پا میشید میرید باشگاه ورزش میکنید، بعد که ورزشتون تمام شد یه حس خوبی پیدا میکنید چون رفتارتون با هویت ورزشکار بودن یکی بوده. از سمت دیگه یه سری انتخاب میکنن که هویتشون رو تغییر بدن. تغییر هویت چجوریه؟ میگه بابا کی گفته اصلا من ورزشکارم؟ بی خیال بابا، بذار همینجا رو دراز بکشیم دیگه، چه کاریه؟ این میشه تغییر هویت ورزشکاری. نکته مهم اینه هر بار که یه رفتاری میکنیم که با هویت ما سازگاره، اون هویت قوی تر میشه، به اون هویت یه امتیاز مثبت میدیم، اون هویت رو تشویق میکنیم، قوی تر میکنیم. و برعکس هر چقدر که برخلاف هویتمون رفتار کنیم اون هویت رو تضعیف میکنیم. اینجا باز یه حلقه مثبت ایجاد میشه، رفتار بیشتر به هویت قوی تر منجر میشه، هویت قوی تر به رفتار بیشتر. این سیکل ادامه پیدا میکنه تا ما مثلا هویت ورزشکار، هویت دانشمند، هویت محقق یا هر هویت دیگه رو پیدا میکنیم. یه اثر دیگه هم وجود داره که اثر فیدبک مثبت هست. این اثر چی میگه؟ میگه که مهم نیستش که وقتی یه کاری میکنید نتیجه بزرگه یا کوچیک، ما باید اون نتایج کوچیک هم قدر بدونیم، براش اعتبار قائل باشیم، ارزش بهش بدیم. اینطور نباید باشه که فقط به نتایج بزرگ و خیلی مهم اهمیت بدیم. حالا با ترکیب 3 اثر پیگمالیون، اثر انتساب هویتی و فیدبک مثبت، میتونیم چرخه‌های مثبت یا منفی ایجاد کنیم. بیایید یه مثال بزنیم از چرخه مثبتش. فرض کنیم که علی میخواد وزن کم کنه. طبق اثر پیگمالیون مربیش براش یه انتظار مثبت ایجاد میکنه. بهش میگه که من مطمئنم تو از اون آدمایی هستی که وقتی هدفی میذاری حتما بهش میرسی.
تو میتونی این برنامه رو به شکل عالی اجرا کنی. این انتظار مثبت باعث میشه علی با جدیت شروع کنه. در گام بعد اثر انتساب هویتی وارد میشه، یعنی یه هویت مثبت دادیم، حالا رفتار میخواد با اون هویت خودش رو مچ کنه. مربی به علی میگه که تو یه آدم سالم و ورزشکاری، سبک زندگیت انگار داره تغییر میکنه، انگار شبیه سبک زندگی ورزشکارا میشه. اینجا یه هویت جدید به علی دادیم. گام بعدی اثر بازخورد مثبته. حتی اگه علی 1 کیلو یا 2 کیلو هم کم کرده باشه، مربیش تشویقش میکنه و بهش میگه تو که تونستی این 1-2 کیلو رو هم کم کنی، حتما 10 کیلو رو هم میتونی. این بازخورد مثبت و این سیکل مثبت باعث میشه که علی این راهو ادامه بده و در نهایت بعد از مدتی 6 ماه، 1 سال، هر چقدر که لازمه بتونه اون 10 کیلو رو کم کنه. همین حالت میتونه حالت منفی باشه و بسیار مخرب باشه. حالا بریم ببینیم سیکل مخرب این چرخه چجوریه. در گام اول همون اثر پیگمالیوم هست ولی به صورت منفی. چجوری؟ اینجا انتظار ایجاد میکنیم ولی انتظار به صورت مخربه. چجوری؟ مربی به علی میگه که تو حداقل باید 10 کیلو توی 2 ماه کم کنی وگرنه برنامه‌ات شکست میخوره. این انتظار غیر واقع بینانه‌ایه و باعث میشه علی تحت فشار روانی زیادی قرار بگیره. گام بعد اثر انتساب هویتی. حالا چجوری؟ به صورت منفی. یعنی یه هویتی به علی میدیم که انرژیشو میگیره، ضعیفش میکنه. بعد از اینکه مثلا 2 هفته گذشته و علی پیشرفت چندانی نداشته، مربی به علی میگه که بابا تو ذاتاً آدم تنبلی هستی، همیشه وسط راه جا میزنی. این هویت منفی باعث میشه که علی کم کم خودش یه آدم بازنده ببینه. در نتیجه رفتار آدم‌های بازنده هم ازش سر میزنه. به خودش میگه وقتی مربی من رو تنبل میدونه چه فرقی میکنه، چه تلاش بکنم چه نکنم بازم منو تنبل میدونه دیگه. خب گام بعد اثر بازخورده، منتها اینجا به صورت منفی و مخرب. وقتی که علی به زور 1-2 کیلو کم کرده، مربیش به جای اینکه تشویقش کنه ازش انتقاد میکنه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ علی میگه بابا من نمیتونم وزنمو کم کنم، نامنظم‌تر میره ورزشگاه، غذا هر از چنگایی بیشتر میخوره. مربیش هم که از اول انتظار غیر واقع بینانه‌ای داشت، تنبل هم که میدونست علی رو، بازخورد منفی هم که بهش میداد، همه این سه تا علی رو انداخت تو سیکل منفی. در نتیجه دقیقاً علی همون چیزی شد که مربی پیش بینی کرده بود. خب همونجور که دقت کنید می‌بینید این 2 تا سیکل چقدر با هم فرق داره. اگه میخواید حالتون خوب باشه خودتون رو باید تو سیکل مثبت نگه دارید. خب نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اگر توقعات منطقی باشه، برچسب‌ها مثبت و تشویق درست انجام بشه، این ترکیب میتونه یه ترکیب بسیار خوب باشه و یه موتور مثبت ایجاد کنه. از اون ور اگر توقعاتی که از فرد هست غیر واقعی باشه، بعد به طرف برچسب‌های منفی بزنیم، بعد بازخوردها و فیدبک‌های تحقیر کننده‌ای داشته باشیم، این موتور، این سیکل، این چرخه میتونه برعکس عمل کنه و فرد رو به زمین بزنه. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو منو دنبال کردید. امیدوارم که مطالب این کانال به دردتون بخوره. اگر لایک و سابسکرایب کنید خیلی به من کمک میکنه که این مسیر رو پرقدرت ادامه بدم. و یادتون باشه طبق همون چیزی که گفتم، این بازخوردهای مثبت میتونه خیلی به آدم انرژی بده و لایک و سابسکرایب هم یه جور بازخورد مثبته. امیدوارم که هر جا هستید شاد و موفق باشید.